نعم. باب الاعتكاف. نعم. باب ماذا؟ الاعتكاف. الاعتكاف ابن فارس میگوید که عین و کاف و فا يدل على ماذا؟ يدل اصل صحيح يدل على مقابلة شيء و حبسه. یعنی اعتکاف گفته چی میگیم؟ یعنی اعتکاف گفته یک چیز حبس کردنه. حبس کردنه، یعنی خودت اومده یک جا و حبس کرده، همین چیزای اعتکاف کردی. یعنی فهمید؟ اعتکاف گفتم نمیگم، اما شریعت انده اعتکاف گفتم معنی چی میتونه؟ اعتکاف معناش نم لزوم مسجد نم لطاعت الله عز و جل، یعنی مسجد لازم داشتن، یعنی خودت مسجد به حبس میکنی برای طاعت الله سبحانه و تعالی. همین معناش چی اعتکاف میشه. و اعتکاف این چیز نم مشروع، این چیز جایز، این چیز جایز، این به قرآن سنت و اجماع علما ها این چیز به دلالت کرد. بلکه این اعتکاف پیش از اسلام من بود. نعم الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ نعم قرآن انده چی میگوید؟ و احدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین. العاکفین یعنی اعتکاف کننده ها. الله ابراهیم اسماعیل به عهد کردیم که خانه من برای طواف کننده، برای عاکف ها، اعتکاف کننده ها تازه کنید. اذن این زمان ابراهیم اسماعیل اند اعتکاف کنید. سوره مریم اند چی میگوید الله سبحانه و تعالی؟ میگوید که نعم فاتخذت من دونهم حجابا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الشاهد فاتخذت من دونهم حجابا. علامه حجابا یعنی چه؟ رفته نم خودش به حجاب جای بیت مسجد اقصی به جای خاص گرفته، خودش چه حبس کرد، یعنی اعتکاف بشیش. و كذلك سوره آل عمران انده نعم كلما دخل زكريا على كلما دخل زكريا نعم كلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. نعم محراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن يعني نعم كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها أي في المحراب عند يعني في المحراب عند مريم ماذا؟ رزقا. إذن هي كانت معتكفة في المحراب الذي كان واقعا في مسجد الأقصى. فهمت؟ إذن مريم رضي الله عنها كانت تعتكف في مسجد الأقصى، يعني مريم رضي الله عنها مسجد اقصا بچه اعتکاف بنشست. فهمت؟ همین بوده. اذن اعتکاف مشروع بدنش قرآن دلالت میکنه. نعم الله سبحانه و تعالی چه گفت؟ لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. نعم یعنی با زنها مباشره نکنید حالتی که شما مسجدند معتکفید. اما حدیثهای بسیار نه. نبی صلی الله علیه و سلم کان یعتکف العشر. رسول صلی الله علیه و سلم یعنی هر رمضان چیکار میکرد؟ یعنی اعتکاف میکرد. نعم هر رمضان رسول صلی الله علیه حدیث عایشه رسول صلی الله علیه و سلم هر دی اخیرنده چه اعتکاف میکرد، دی اولنده، دی مابیننده، دی آخرنده، تو آخرش چه دی آخرنده اعتکاف میکرد. فهمیدید؟ و اما اجماع یعنی جمع اهل علم چه نقل کردن، امثال ابن منذر، ابن حجر النووی، ابن حبیره، ابن حزم، همشون اجماع کردن نقل کردن که یعنی اهل علم قاطبتا اجماع کردن که اعتکاف چه جایز بودنش چه کردن. حتی اعتکاف ایام جاهلیه اند بود. هم به عمر رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که یا رسول الله، میگوید انی نذرت نفسی ان اعتکف فی الجاهلیه ان اعتکف فی المسجد الحرام لیلا. میگوید که یا رسول الله من جاهلی اند خودم نذر کرده بودم که یعنی چه مسجد حرام اند یک روز اعتکاف بشم. گفت رسول صلی الله علیه و سلم که او فی نظرت به چه وفا کن. گفت نظرت به چه کن؟ گفت یعنی وفا کن. گفت اذا نظر به وفا کردن چی بوده است؟ یعنی نظر این اعتکاف این چی موجود بوده است. یعنی فهمیدید؟ نعم. سنه حدیث عایشه آورد که ان النبي صلی الله علیه و سلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله
ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق علیه. رسول صلی الله علیه وسلم دی اخیرنده هر دی اخیر رمضاننده چیکار میکرد؟ نم اعتکاف می نشست حتی که وفات کرد. سونی بعد از خودش زوجه هاش یعنی امهات المؤمنین چیکار میکردن؟ اعتکاف دوام میدادن. اعتکاف چی دوام؟ حدیث ابو سعید الخدری ده اومده ای که رسول صلی الله علیه وسلم اول رمضان انده اعتکاف نشست. سونی دی مابین انده سونی آخرنده دی آخرنده یعنی مقصد چی؟ لیلت القدر موفق شدن به شب لیلت القدر شدن به یعنی مقصد چه تو که لیلت القدر یعنی چی؟ موفق شویم یا برای لیلت القدر کدوم روز بدن شما نمیدونه. هم به مسئله لیلت القدر علما سخت اختلاف کردن حتی که 48 قول بردن. خودش رمضان 30 روز 48 قول شد اینجا 48 قول برفتن که یعنی چی میشه؟ یعنی کدوم روز میشه؟ یعنی اینجا 49 روزش هم چکنیم ولی که 50 بگیم که میشه. یعنی 48 قول ابن حجر میبیاره نم یعنی 49 قول هم ابن حجر بگیم میشه که چی میشه؟ یعنی الشاهد همین قول که یعنی این چیز معلوم که ما بین رمضان انده خاصتا دی اخیران لیلت القدر های ما به پنهان شدگی سببش که تا که بسیار چیکار کنیم یعنی عبادت کنیم. مثل همین ساعتی که روز جمعه انده یک ساعتی هایی که دعا کنه قبول میشد. همین با کدوم وقت علما ها مثل همین خیلی 40 قول به تقسیم شده 40 قول به برای همین ایون نبیدنش تا که همین جمعه تو اولش تا آخرش چی عبادت اگر گفت که فلان کرد خلاص برای همین اینجا چی میکرد که تا که همین رمضان اولش تا آخرش عبادت گذاشتن به رسول صلی الله علیه و سلم چی اعتکاف میکرد. یعنی